میدونید 13 آبان چه روزیه؟ بله، روز خنثی شدن لانه جاسوسی توسط دانش آموزان. امروز یادآور کدام یک از خاطرات و حوادث انقلابیه؟ برای اینکه روز دانش آموز است. نه، تسخیر لانه جاسوسی تبدیل امام به ترکیه. خب امروز یادآور کدام یک از خاطرات و حوادث انقلابه؟ ترکیب امام قرآن. خب میدونید 13 آبان چه روزیه؟ 13 آبان نه. نقش دانش آموزان در به ثمر رساندن انقلاب چه بود؟ 13 آبان یادآور کدام یک از حوادث انقلابیه؟ یادآور 50 شهید تهرانی بود که ناجوانمردانه به شهادت رسیدن به دست سفارت آمریکا که در آنجا در اطلاعی انجام دادن که اونا رو بکشن. خب شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلاب چقدر میتونید اهداف انقلاب رو به ثمر برسونید؟ ما راه اون دانش آموزا رو ادامه میدیم تا شهادت اونا رو ادامه میدیم تا ببینیم لانه جاسوسی آمریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه. دستتون در نکنه. میدونی امروز چه روزیه؟ امروز روز 13 آبان روز دانش آموز و تغییر لانه جاسوسی آمریکاست. خب شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلابی هدفتون از شرکت در راهپیمایی چی بوده؟ هدفم این بوده که به آمریکا یه مشت محکم بزنم و بهش بگم هیچ غلطی نمیتونی بکنی، ما همه متحدیم و میتونیم یک جهان، یک ایران چی بود، یک ایران محکم و پرقدرت و ایران آمریکا کیه؟ بیخیال آمریکا خودم. میدونید 13 آبان چه روزیه؟ روز دانش آموزه. میدونید 13 آبان چه روزیه؟ روز دانش آموزه. خب میدونی امروز یادآور کدوم یک از حادثه انقلابه؟ حادثه شهدا. میدونی امروز یادآور کدوم یک از حوادث انقلابه؟ جاسوسی حضرت انقلاب. میدونید امروز چه روزیه؟ بله، امروز پیروزی 13 آبان روز دانش آموزه. میدونید امروز یادآور کدام یک از حوادث انقلابه؟ حسین شهیده. میدونی امروز یادآور کدام یک از حوادث انقلابه؟ تبعید امام خمینی و تبعید جاسوسی. شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلاب هدفتون از شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان چی بوده؟ نمیدونم. هدف شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلاب از شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان چی بوده؟ درس بخونیم تا روح آنها را شاد کنیم. میدونید روز 13 آبان چه روزیه؟ روز شهادت